عاشقی تلخ و شیرین است وای وای، غم پیشید و غم در کمین است وای. من از کسی شکایتی ندارم، رسم زمان نه این چنین است وای وای. عاشق شدم. عاشقی آقای خب من نمیفهمم که اینا به چی واسطه عاشق میشن؟ به کسی پول عاشق میشن، به جوانی عاشق میشن، به یک رقم به این موترهایی که سوار هم عاشق میشن. کوشا اینا درنگه برادرگوری که تو دار شو گوشنه خو میشن. شما؟ نه همینایی که عاشق میشن. شو گوشنه یا؟ پچی؟ دیشب گردن من با شد سلاته داشتیم دوغ و کچیری. خب گوشنه بدیم. اینا خوراکیه. چرا مثل که شما روز یک گوسفند قوقا میکنین؟ بابا اقلا مرتکه برادرش روز یک دستیخ کباب پخته میکنه، یک کیلو گوشتی میخره و پخته میکنه میخوره، چکم سیر عاشق میشه. جینگ ساز میاد از بالای شیراز میاد، شاد و دومات غم نخود نامزادت به ناز میاد. یار مبارک بادار امشالا مبارک. میگم مرد دیونه کردی. اما شاگل گردن شما بند باشه که شکم شما به قرمی تنباکو سیره که بابا ما تعلیم میدین. تنباکو کی میخوره؟ مثلا حالا برازاده شما شکم گوشنه کاشیخ شده نورالله بیکاره تاشون به تا کچا میگرده، یک بیکاری هستن همه کس که دید میگم عاشق شد. ما شما عاشق نشدیم. ما به یک چیز عاشقم. به چی؟ به شکم خود که شکم مسیر باشه، پلو و گوشت و برنج بخورن قرار که سر رنبوق دارن خوب شو. انمو عاشق انمو عاشقی دارم. راست میگه ماما. یار اشته زن بیعقلی بیده، دختری بیعقلی بیده که مو وقت شمال استونده. شاری چی مکمه؟ نه هیچی کم نیه. اینا لسه کنید ایت مقبول اثر رفتی نیم شما. بابا ما به مقبولی گفتی نیه کاکا. پول داشته باش، دارایی داشته باش، زمین داشته باش، موتر داشته باش، آبرو داشته باش، دختر تور نمیستانه. شما سردل خیلی داشته باشیم، سردل خیلی داریم ماما. تو عاشق شده؟ عاشق شدی ای دل غمپایت مبارک. قربان عزیز خداشون. چکاره گیلک اول تو هم عاشقی؟ عاشقم ها. به کی؟ به بیبی خدا بیامرز همه؟ نه من عاشقم خوابی تو. ای تو هم برو یک دودی نده دختره میدم برید. نه بابا دردهنه تو من اگه دروغ بگم گیلک. یعنی عاشقم میتونه؟ خود اگه بکو میگم چون سر خوب بزی به دیوالا. دروغ میگم قیصر میشی، سرگیتر میشی گیلک بیاد و عقل کمال بیدی میده همون هم از سر تو میپره. چکار سر میدی پا میدی؟ عاشقم. عاشقی سر بدی و دیونه این کارا تو یعنی چی ها؟ یعنی که عاشقم میدن دختری چیزی به من. برو کاکا مرتکه مارا مرده خوبا تو نمیده دختر خود میده چی دیگه دیونه نافهمی برو. کسی چه کار کنه که مثلا بگم تو عاشقی بفهمم. طرف حساب بفهمه. طرف حساب بفهمه. نقل کمال نگیله و غنیه. برو بخیدی بری پیش فور و کن خوبه. پول نیه بده و قرض سیری که بده. ندارم گیله برو. نورالله کم بود با این هم پیدا شو خود کله گنده خود. تکوال شکم عدی و نورالله به قرمه لای شکر بزه سیر نیه. به من برم عاشق میشم. بابا عاشق شدن کسی پولی مایه، یک سراخونی مایه، یک زندگی عدل مایه. نورالله سیکو از من بتر گوشنگی سول سهر و میخده گیله که سیکو سرکلی افرنگی کوشا پایی به دو مدل با پایینه. ای مایه عاشق میشه. ای بابا عاشقی هم کار میکنی گیله جو کوچ که دستا خورا میبری برای رمته زایی تیز نیه برای کنده چیده پای شتن الان نلولا جانجره سیکو چوچو و بلبلا من نه و بلبلا من کشکا بلبلا میده چوچو میزنه چوکا چوچورک. بابا که تو بلبلا تا چوچورک فرق میکنه. بلبلا من اینا یعنی به تصب استامانه. کجا بدی؟ ولی میتونم سرا بدم برای کار میکنی؟ بزغالگه کستون بزغاله؟ بزغالگه امریکایی. ایرهتینی ها؟ نه ولی بیام بودم گفتم سی کنم کی به سر زمین
خانه جوان سر از اینا می بخومی دروی اون از درویدا می ود قاچی می ود نکو گیلم من بدیدم جیگر ما کباب شد بالا آوا اگه تو گردن تو بان بشین نیلو سکو باشم با تو بگم چند کلمه برا خو بگردم کارت وقت خلاصی نیه بفهمیدی اگر ازم حال تو دیگه سالم که کار نکنی همین کارا زمینا شما خلاص نمیشه بازم یک جانی یک جا دیگه میمونه یک ساعتی دو ساعتی 2 ساعتی به این پیار هم رسیدگی کنی همون بشونیم گناه داره آخر عمری و شده سکو برای ما خود رسیدگی میکنیم پیار من ویل که کسی مریض میشن یا میگو ناجور میشن میگم من مادر تو گفته دستمال پیش پاکونه نه بده به کمر خوب است کردی ما تو چه به دستمال بعد گفتم من که میگم که کسی میار بخون خب برو از دیگه پول اگه همه مردم میگن که پیار تو چه کار فلانه برو بخو جمع کن گناه داره بابا داره کار بگو تو پیار من میماره چی میگی تو نیلیلا میگم گناه داره سر غیور بر دل و نصیحت کو بگو خیر بابا غم نداره جوش نزن ولی به فکر می زمینای میگه بعد از اینکه ما با مورم خدا میدونه گیلاگ اینا رو حال ما دست می مردم هم روز نداریم ما آی دو زلفانت بو عطاری ربابم ها دل آرامی چی میخواییم از این حالی خرابم جان محبوب وی تو کوبا ما سر یاری نداشتی چرا نیم شبایی و خوابم یعنی آفرین گیلگیو زنده بشی باشه یعنی رفیق قدیمی خوندنا خو که پیش می پیرخم دیگه نه گاهی خبر میگیرن چیکار خیره بله رفیق قدیمی خوندنا دلشاد خود چارتای به می پیرخم بخو چی؟ بیخی دل اینا به تار موی رسیدگی شده گردنم بند پیر شدگی لز بیچاره ضعیف شده گیره مکدمی تا دل مبری و بسخته میگو ما آخر عمر شده از عمر خود چی ندید خوبه دل مبری یا بابا جانم هستی بگم بابا غم نخوریم جیش نخوریم چی نخوریم باشه این روی تا بالاخره میگم بچه ما 3-4 روز دیگه زنده و میمورم چه کار میشه بابا جان هممون میموریم کی زنده مونده من میگه پر همه برای پیارتو بگفتم همه چرا طول بدیدم ها کجا صبح دیدم اونو چی کار میکردن فیشکو گیره میکن نه بابا ها گردنم من دل مبری و بسخ همین که مثلا جو شیشته بیدم معطل همی او بیدم که بگردنو دیدم ماما شاگل فیلم میشه گفتم من خیریت گیره میکنی گفت چی بالا خود گیره میکنم گفتم چرا چه کار شده ایچی پیر شدم چون کیبون مرده ان آخر عمرم شده من میمورم بابا جانم هلی همسایه هست تا غلب زوبت هلی یکی میگم زن فلونی هم پیار فلونی فت کرده خدا بیامرزه بابا من میبینم شروع میکنم به گریه کرده که من میمورم زمینا چه کار میشه گیلک تو چه کار میشی فلانی پولا چه کار میشه فلانی چه کار میشه من میگم بابا با خاکه فدای سر کله شما یک جریب زمین مدda گیلک پیار خود دل به دست داشته باش پیرمرد شده دل نازک شده دل خوب شده گیلک دل به دست داشته باش گناه داره گیلک جو راست خوبه خوبه ما دل جمع باشون خوبه ها مثل کوی با پشت پیار خوب سکن خوبه چه کار کنه غریبیه تو قریب نیه کو آدم پولدار حال پیدا کن سلام مرم برای من بگیر اینا کمک کن یاد داری سه چاشته ببریم سلام من میرم که کار دارم برین چاشته میلیگم زنده بشی گفتم از این پیار تو به تو بگم که بیچاره بیخی ضعیف شده برین چاش بهمیه دارین زنده بشی برین شروع چیز دو غمه من بهمیه خوش ندارم دو غمه نه مسکه هیچ چیزی نخیر بینیم نامیم بدنور و چه کاکا دلاور به ایران آمدم به شهر بندر نیلیلا شتنی پرسان نکو گیلا که دل من میته به سر آمدنیه اصلا دیگه دل من نمایه که خودم هیچ کس گپ بزنم به خونه میرم دست زن به جنجال دست بچه به جنجال همی هر دو نفر از اینا جنجال دارم که خدا یکی مگر تو به مونجی بریم من نمیفهمم من چه کار کنم مشته کن براجی همین نانه گفتم تو اگه نیلیلا یا کجیر دیدی بگو ما چه کار معطل بستیم دادیم مایم یا نمایم نه بابا تو گپا میزنی و اصلا هیچ کس قبول نداره مادری هم فقط پشت سر بچه خور داره دیروز من خسور خورم بدیدم بریا بگفتم گفتم بابا من چه کار کنم دست از اینا
حالا ما خود چشپلا بدیم که شما میان به خسرونی گفتیم ما شاید بیاییم دوباره بیاییم ما اشتنه حالا ما خاطر این لیلا جبرال ما خاطر داده ما بمونده بفهمیدی به خونه انا ما گفتیم اگه شما میایم شما مردم بیتر هم نیه بیایم داده ما بستونه که ما از این جنجال فارغ شیم حداقل 4 قرون پول بگیر ما بیایه بفهمیدی چون پیال ما وعده کردن گفتم ما با تو باسکلی هم میخرم با بایل هم میخرم گیلا هر وقت دادی تو نسبت داد به خدا تو چیز برا رو خور بگردم همین بچه ما به یک جاها دست نمیگذاره که اصلا توان من نمیکشه که من خودی مردم سلام علیک بکنم خیشی که به جا خو باشه او میگه نیست که اصلا من بغیر از این دختر خب من چیکار باید بکنم مادر هم میته میگه بغیر از داده من نه بابا نه داده من نمایه نه خوش بودم چیکار کنم حالا تو با ما بگو این پاخور به اردو پاخور بهم یک کوش کرده میگه اگه مو دختره رو ما میستونیم بستونیم اگه میستونیم دست خوبم هیچ کاری نمیزنم میتقلتیدیم مادر یا منو لقال مقال میگه یک بچه دارم چرا نمیستونیم دختره رو خب چیکار کنم تو با ما راه نشون دختر یعنی داده من نه بابا نه مردم به ساعت کارا خو کار میکنن چیکار کنم تو با ما بگو گیلک بچه کار کنم حالا من به اون جام که من برم کسی اصلا من راه نمیده به چهار طرف اون مردم پول داره داده من یک ساعت انگار که غیره بر نخود داد بده حالا من چی بگم که لیلا نمیایم داده من قرآن خور بگردم وقتی که نماسته باشم چیکار کنم همون دادی تو مسلمان رو هم بگیرم ببرم به خونه خوب بدبخت روزگار میشه بچه من نماسته باشه چیکار کنم بگو با مگر پس بیا به خونه شما با خود کلی فندقی خوبا این چیه که با نماسته باشه بابا این گپا میزنه تو به پیشی برو مادری هم پشت سر بچه خورده واسه که بیا طرفداری کنه بگه راست میگه پیار تو بگه نه یک بچه دارم بس به تا گوش مادر که مثل مرغ بری به کوچ زور ما بکشه میترسی حالا که چیکار کنم مجبورم اینا 2 نفرم من 1 نفرم تو خود جوانی هم دیری وای حیف کله حتی کدو کله نیه کدوه دیلا هاو اگه میشه برو آرام کجیر دیدی بلکه با گپ تو بکنه تو رفیق نیو رازی بسازی با گپ بکنه نمیکنه هرچی میگو بگم دادی بر بیا بستو رو رازی واسه بگو بیزار از این دختره باشو به درد تو نمیخوره بگو پیار تو توان یک میمونی از اونها نداره او پشیمون کو ها بگم بیا دادی مر دادی مر بستو بگو ما میمونی نمای با عمر بگو به چهار طرف شما نمیای زنده بشی اینو بگو بریم با که شر میکنه میشاک بر میکنه آخه به نازون سبزمش شک چی به پایه زنده بشی بیا که شر میکنه چکار کنین گیله جو کجی تو بده بیل خور اشتا بیلم قطعتون یاری آه گیله 200 دستو کلون تاره چکار کنین سر دیمینایی بر بل و کار دیگه کجی نانه ما به تو سلام میکنه به کجیر بگو که انا بیایم داده مر کی میستونی به خیر خوشی انا که ما دل جمع شیم خاطر ازی گلکو چرا کار خدمتی باشه تو بده که من خود بگیرم که نفتم ما وقت نمونده اینطور گله کیر می پاسا می ما دختر ما پیار خو مادر خورم ری کدو اونا میگن چه کار فلان ما کار ندارم ما مرغم یکلنگ داره گله گپ مردم یکی میگه گپ کردن بدر شد دگه بر نمیگرده تیری هم که کمون خورد شد دگه بر نمیگرده بفهمیدی حالا کم گله 100 گپ به یک گپ شف نشفتلو خدا و سلام مامو دختر مایون خلاص بلاس نی دادی تور مایون نی احمد مایون نی محمود مایون هیچ کدوم نمایون من گفتم تو میامدی حداقل میستونی که ما بخیرت باسکلی میخریدم با بایله تو دعا کو خو همین دختره رو به ما بدن اگه ما آدم با تو باسکلی نخریدم که ما به تی پیار خونه باشم گیله دادی من نه همون دختره اگه مور به ما بدن اگه می شیرینی به تو باسکلی نخریدم بگو تو که جین نبیدی تو بخی هیچی دیگه چی میرفه خود دادی دعا کن نه میگم دادی تو بمونده به خونه خود چی خدمت کنم که بمونده او بر سر بازار لیلام کن به دری بیا کش کنه روی کنه بابا دادی خود لیلام کن سرقی مثل که دادی من خونمونه خود تو میگی خدا بمونده تو را سر خوب کنه به تایم جیمی کش کنی که نیو خشکی و نیه که بمونه یه دستونه پستونه به میرم صاحب شی به بیل بیدون ما چی خبر دارم بیل مای صاحب شی برو برای کار خوب برو حالی نمی دادی من من حیف دادی من با تو بارا کلا گنده برو که با خدا بیام به تو پشمیلی بزنم که رنج تو گل چه برو
حیف میدادیمه بروش سر نشو برو سر فرضی بپوسیدی میگم که جیر مایو سر کلیو تو نگاه کن وقت اکور کنه جسته گل خوشبوی منی یار من روی منی سوی گل های چمن به تو کی می نگرم بیلا که یخ